اگه اضافه وزن دارید میتونید لاغر بشید و به وزن نرمال و سالم خودتون برسید بدون اینکه خودتون رو عذاب بدید. سلام، من غزلم. از بچگی یه دغدغه خیلی بزرگ داشتم. یه دغدغه‌ای که فکر میکردم اگه این حل بشه تمام مشکلات من حل میشه و دیگه قراره به همه رویاها و آرزوهام برسم. و اون چی بود؟ اضافه وزن. من یه بچه توپلی بودم. تبدیل شد به یک نوجوان چاق و توی دانشگاه هم یه دختر چاق محسوب می شدم. تا اینکه توی سن تقریبا هولوش 22 سالگی من بالاخره 40 کیلو وزن کم کردم. حالا اینکه میگم 40 کیلو، من واقعا نمیدونم چاق ترینم چقدر بوده، لاغر ترینم بودم و چاق ترینم نمیدونم چند کیلو بودم، ولی شما مینیمم رو همون 40 کیلو حساب کن که من از چاق ترین وزنم که مثلا کنکورم بوده وزن کم کردم. این 40 کیلو کم شد و من دیگه دختر چاقی نبودم، ولی اونجا بود که فهمیدم نه، مشکلات حل نشد. اون مشکلاتی که من فکر میکردم قراره با لاغر شدن حل بشن، اون رویاهایی که من تو ذهنم ساخته بودم که اگه لاغر بشم بهشون میرسم، هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. من نمیخوام بیام واسهتون یه رژیم غذایی متفاوت رو بگم یا بیام بگم که راه کاهش وزن من این بوده، شما بیاید اینو برید، این مسیر رو برید که لاغر بشید. نه، اصلا من قصد همچین چیزی رو ندارم. قطعا براتون تعریف میکنم من داستانها دارم از رژیم هایی که گرفتم و اینکه چی کار کردم در نهایت واسه اینکه 40 کیلو لاغر بشم و چه تبعاتی برام داشت. مهمتر از همه اینکه چه کارهایی انجام دادم تبعاتشه. تبعاتی که برای من داشت، اگر من مسیر سالمی رو میرفتم شاید به اون مشکلات هم بر نمیخوردم. من پرخوری عصبی داشتم، من پرخوری احساسی داشتم. شما هر اسمی که از مشکلاتی که ارتباط آدم‌ها با غذا میتونه داشته باشه شنیدید، من اونو داشتم. پرخوری میکردم، عذاب وجدان میگرفتم. چیزایی که دوست داشتم برام شده بودن آرزو. این شکلی بودم که من عاشق شکلات و بستنی و شیرینی بودم و هستم حتی همچنان، ولی همه اینا برام ممنوع بود. یعنی شما فکر کنید بین دقیقاً عشق و نفرت به یه چیزی گیر میکنید و من رابطه‌ام با چیزایی که دوست داشتم یه رابطه کاملا عشق و نفرتی شده بود. مشکلات جسمی هم برام به وجود اومده بود. حالا اصلا ضعف و این داستانا رو بذاریم کنار، مشکلات هورمونی برام به وجود اومده بود. شما فرض کنید که شما به خاطر اینکه لاغر شدین حالا پریود نمیشین، حالا قرص هورمون میخورین، قرصای هورمون باعث میشن که چاق بشید و همزمان که استرس دارید که دارید چاق میشید چون فوبیاتونه، فوبیای واقعیتونه، همزمان هم مجبورید چون که میخواید جبران کنید آثار مخربی که خودتون روی بدن خودتون گذاشتید و این بدن بیچاره اصلا نمیدونه به کدوم ساز شما دیگه باید برقصه. ورزش براتون میشه یه ابزار برای اینکه به یه خواسته دیگه برسید، اصلا ازش لذت شاید نمیبرید، دائما دارید به غذا فکر میکنی، دائما داری غذا خوردن بقیه رو نگاه میکنی. من یه تایمی کارم این بود که غذا خوردن بقیه رو قضاوت کنم. یعنی مثلا خودم رژیم سخت داشتم و این شکلی بودم که چند تا شیرینی خوردی؟ و واقعا یه ایگویی بود. اصلا یه تایمی این ایگوه باز خودش، اون تایمی که مثلا براتون تعریف میکنم توی مسیر فیتنس افتادم و دیگه رژیمای مرتبط با باشگاه و بدنسازی و اینا، اون تایم که دیگه اصلا طلایی براتون یه ایگویی هم داشتم. فکر میکنم چقدر کار خوب و درستی دارم انجام میدم. یعنی همون من دقیقا بعد اون دوره رژیم فیتنس و شروع بدنسازی مثلا 6-7 ماهی بعد از اون وارد دوره بینج ایتینگم شدم، پرخوری عصبی شدید.
ولی توی اون دوره من فکر می‌کردم که چقدر دارم کار خفنی انجام میدم و چقدر کارم درسته. اینجا نشستم و میخوام بگم که رژیم‌های غذایی جداش کنیم از رژیم‌هایی که به خاطر دلایل پزشکی گرفته میشه. من اصلا کاری با اونا ندارم. رژیم‌های غذایی به شکلی که امروز ترند شده، به شکلی که همه بدویم بریم کتو بگیریم، همه بدویم بریم رژیم حذف قند بگیریم، راجع به اینا میخوام صحبت کنم. من اگه میخوام بگم این رژیم ها رو کنار بذاریم، این شکلی نبوده که خودم انجامشون ندادم یا اصلا میگم کلن بدن. من دارم میگم اگر ذهنتون داره به رژیم به اون شکلی که من نگاه میکردم نگاه میکنه، اگر تو ذهنتون با وزنتون یه همچین مشکلی دارین، اینه که باید حل بشه. قطعا اضافه وزن چیز خوبی نیست. من اصلا منکر این داستان نمیشم. خودم وزنم رو کم کردم و توی این 2 سالی که رو رابطم با غذا داشتم کار میکردم، همزمان هم سعی کردم بدن سالمتری داشته باشم. رابطه سالم با غذا اصلا مساوی با اینکه هر چی دلت میخواد بخوری نیست، نه، ولی به یه نقطه‌ای میرسونتت رابطه سالم با غذا که تو خودت دیگه اون چیزی که برای بدنت بده رو نمیتونی انتخابش کنی. یا اگه یه وقتایی میخوری به هوس میکنی، بعدش عذاب وجدان نمیگیری. نمیخوام وارد دیتیل این داستانه بشم، حتما براتون تعریف میکنم از کاهش وزنم، از اینکه اصلا چجوری یکی که از بچگی میخواسته لاغر بشه و دائم هر رژیمی که توی دنیا بوده رو امتحان کرده، چی شد اصلا که یهو تونست 40 کیلو وزن کم کنه. اینا رو همه رو براتون تعریف میکنم، ولی الان میخوام یه چیز دیگه بگم. اینکه مهم وزنه نبود، مهم عدده نبود، مهم ظاهره که بقیه از بیرون میدیدن نبود، هیچ کدوم از اینا نبود. مهم این بود که من بتونم توی ذهنم رابطم با غذا رو درست کنم. من بتونم بفهمم که مشکل از جای دیگه است. این مسیر برای من خیلی درسا داشت که دوست دارم اون درسا رو با شما به اشتراک بذارم. اگه یک کدوم از این مشکلات به گوشتون خورده یا یک بار احساس کردید که یه همچین مشکلی دارید، میخوام بدونید که تنها نیستید. خیلی مخصوصا دخترهایی مثل شما هستن که دقیقاً همین حسا رو دارن و این حسا هیچ کدوم طبیعی نیست و ما قرار نیست که اینجوری زندگی کنیم. قرار نیست که حس کنیم دائما باید رژیم باشیم. رژیم گرفتن به معنای کلمه اینکه یک عالمه محدودیت روی خورد و خوراکمون بذاریم، اینکه دنبال این بگردیم که ببینیم بقیه چی رو دارن هضم میکنن و ما اونو حذف کنیم از سبد غذاییمون، یا اینکه دائما دنبال این باشیم که لاغرتر بشیم و هیچ وقت حس کنیم که کافی نیست. این میزان لاغری کافی نیست، من حتی میتونم از این لاغرتر بشم. اون تصویر بدن ایدئال، همه اینا هیچ کدومشون نرمال نیست. بهتون قول میدم قرار نیست که با درست شدن رابطتون با غذا، با اینکه حس خوبی داشته باشید نسبت به غذا خوردن، چاق بشید یا اضافه وزن پیدا کنید. نه، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. همون جوری که لاغری ربطی به حل شدن مشکلات من نداشت. خب این تازه شروعش بود. صرفا میخواستم یه مقدمه‌ای بگم و یه آشنایی و آمادگی ذهنی ایجاد کنم از ادامه مسیری که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. توی ادامه ویدیوهای این پلیلیست میام همه سوالایی که مطرح کردم یا هر سوالی که توی ذهن شما احتمالاً الان ایجاد شده رو جواب میدم. تجربیات خودم رو باهاتون به اشتراک میذارم و امیدوارم که اگر اضافه وزن دارید و میخواید از طریق سالم و درست کمش کنید، یا اگر اضافه وزن ندارید ولی طبق تعریفایی که کردم یا هر تعریفی که توی ذهن خودتون هست رابطتون با غذا مشکل داره، توی این مسیر با من همراه بشین. بهتون قول میدم که همه اینا قابل حله و همه اینا یه راه درستی داره که اصلا سخت نیست. ممنونم که با من همراه بودین و ویدیوم رو نگاه کردین. اگر میخواین که ادامه این مسیر رو با هم بریم، خوشحال میشم که هم قدم من بشین و اگرم تجربه مشابهی دارید یا حس هایی که گفتم رو هر کدوم رو تجربه کردید، داستان خودتون رو دارید، خوشحال میشم که برام بنویسید
منم میام و از دیتیل های این داستان عجیب غریب باهاتون صحبت میکنم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ. توی کل این ویدیو شکم من داره قارقور میکنه. نمیدونم صداشو شنیدین، احتمالاً صداشو یه جایی میشنوید، ولی انگار داره با هم صحبت میکنه قشنگ این شکلی که عزیزم تو که انقدر خوب راجع به رابطه با غذا اینا حرف میزنی، انقدر حواست ارتباطت با بدنت عمیقه، نظرت چیه که یه چیزی بدی من بخورم؟ مثلا اینجا دارم از گشنگی تلف میشم. عزیزم من غذام آماده نیست، من حتما غذا آماده شد 2 دقیقه ساکت. یکی اینجا این ول نمیکنه، یکی سر امتحانا. من نمیدونم شما این مشکل رو تجربه کردین یا نه. من به محض اینکه امتحان شروع میشد همه کلاس ساکت، شکم من شروع کرد بابا. یه جای دیگه هم این اتفاق همیشه برای من میفته، تو آسانسور که مثلا پر آدم هست، سکوت محض، اونجا شکم من شروع میکنه. نمیدونم حس میکنم که صداش اون موقع در میاد، اون موقع نطقش باز میشه، میخواد صحبت کنه. چرا؟ الان چرا؟ مشکلش میدونم مشکلش چیه، ولی من قول میدم که این پاس کنم و میرم نهار میخورم. قول میدم بهت ازم، قول میدم. ساکت باشه 2 دقیقه من خداحافظی کنم. ممنونم.